بله؟ بیژن و منیژه کجا بود؟ ای خدا اون وصل را هجران نکن. ببین یادتون باشه من این چیز رو برای شما نگفتم ببین یادتون باشه من این چیز رو برای شما نگفتم اون صفاتی رو که گفتم که پهلوانا و در واقع توقع نویسنده شاهنامه، تنظیم کننده های شاهنامه، توقعشون یا اون تاریخ گذشتمون این بوده که یه همچین اوصافی تو مردم باشه برای اینی که این کشور سر پا بمونه، از زن به این شکل، از مرد به اون شکل. اینو شما خیلیشو تو داستان بیژن و منیژه میتونید اینا رو پیدا کنید. میدونید بیژن چجوری گیر افتاد؟ گیر افراسیاب افتاده؟ نه نمیدونی؟ بهار بوده همچین وقتی نمیدونی؟ بهار بوده همچین وقتی کشاورزا اومدن، چند تا از این کشاورزا اومدن پیش کیخسرو گفتن که اینجا گراز زیاد، کشاورزی ما رو به هم میزنن، بیان یه کسایی رو بفرستین این گرازا رو بکشن. یعنی مسئولیت دولت رو شما نگاه کنید تا کجا بوده که این گرازا رو بیان بکشید. این یه آموزش خودش که دولت در مقابل کشاورزا یا تولید کننده ها چه تعهداتی داره که اگه تولید به خطر افتاد بره به دادشون برسه، نه در رو واکنه بگه از چین دست بیل بیاره. بیژن میگه من میرم. بیژن پسر گیو خارزاده رستم، خلاصه واسه خودش کسیه، میگه من میرم ولی جوونه. این گرگین هم همراهش کردن. گرگین هم پهلوون بود ولی پهلوون دست دومی بود. با این بیژن که رفتن اونجا، رفتن اون گرازا رو کشتن و بناشو دندون و گرازا رو همه رو بیارن دولت تحویل بدن. تو را که داشتن میومد این گرگین چون شاکی بود از پهلوونی های این بیژن که خیلی جوان بود، به بیژن برگشت گفتش که اینجا یه جای 2 روز راهه، اونجا دخترای افراسیاب اومدن همشون یلاق و خوشگذرونی و همه تیپ زده و بیا و ببین دیگه. بیژن رو برمی‌داره خام میکنه میفرسته اونجا، خودش میاد ایران یا جای منتظرش میمونه. حالا من که نبودم ببینم چی کار کردن اینجوری میشه. بعد میاد و بیژن میاد میره اونجا، میره خیمه و خرگاه خیلی چیز بارگاهی و خیلی قشنگ و تیپ میزنه و اون قوای خلاصه پهلوانیش رو تنش میکنه و قیافه میگیره میره اون بالا روی سایه درخت میسه. منیژه این پایین میبینهش خیلی خوشش میاد، میگه این کیه؟ این نکنه فکر و فامیل سیاوشه خوشگله یا اینکه پریزاده است چیه؟ این لله رو میفرسته میگه برو اینو ببین کیه، بپرس ازش تو سیاوشی؟ سیاوش زده یکی یه سیاوش نیم
نز پریزادگان ز ایرانم از دشت آزادگان سیه کردی هزاران رخنه در دینه بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینه. بالاخره اینا میرن با هم دیگه، میره اونجا یه 3 روزی اونجا میمونه تو چادر منیژه و بعد که میخواست به منیژه گفت میخوام برم، اشتباه کرد از جوون خواب گفت میخوام برم منیژه داروی هوشبر توی غذاشو داد این خورد گیر افتش اینجا بستش لای بالاخره فهمیدن اونایی که بعد راپورت ببرن بدن راپورت دادن اومدن بردش گرفت که خسرو متوجه شد که بیژن گیر افتاده این حرفایی که گرگین اومده زده دروغ. حالا از این به بعد داستان شروع میشه که برن بیژن نجات. میگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره. یه نگه کرد خسرو و هر کس بسی ز گردان نیامد پسندش کسی نه گفت نشایست جز رستم زال کس. حالا صفات رستم رو نگاه کن. این هنر تو فردوسی خیلی پرمعنیه. گفت درودش از ما فراوان به مهر بگویش که بی تو مبادا سپهر که ای پهلوان زاده پر هنر ز گردان کیوان برآورده سر تویی از نیاگان مرا یادگار همیشه کمر بسته کارزار گشاینده بند بسته تویی کیان را سپهر خجسته تویی. بعد میگه این زوری که خداوند داد به تو بدان داد تا دست فریاد خواه بگیری براری ز تاری چاه. ما تو رو رستم کردیم ولی گرفتاری مردم حل شه. بعد میفرستن و رستم میاد. خب خسرو هم که خودش پادشاست جهاندار خسرو گرفتش به بر که ای پشت مردی و جان هنر. شما این صفات نگاه کنید شما کیف نمی‌کنید من خیلی کیف می‌کنم. جهاندار خسرو گرفتش به بر که ای پشت مردی و جان هنر به خورشید ماند همی کار تو و هر جای مردی و کردار تو. من میگه این کار با لشکرکشی حل نمیشه. اینو باید با یه دیپلماسی خاصی من برم درستش کنم. به عنوان یه دونه بازرگان میره اونجا که تتوشو دراره بره ببینه اونجا چیه چینی این کجا پنهان شده و اینها. بعد از اون طرف هم گرگین چون تو معرض خطر کشته شدن بود چون بهش گفته بودن اگه بیژن پیدا نشه کشته میشی. اون گرگین هم فرستاد نزدیک رستم پیام که نیک پی فرخ و نیک نام درخت بزرگی و گنج وفا در رادمندی و بند بلا. شما این صفات رو نگاه کنید اینطور به خدا. حالا با اون رستمه که تصویر عمومیه مقایسش کنید. میگه تو شفیع شو که شاه منو ببخشه بیا. بعدم رستم بهش میگه که اگه بیژن زنده نشه خودم تیکه تیکت میکنم اگه نتونیم اونجا پروسه نجاتش بدیم. میگه نگینش نگه کرد و نامش بخوام ز شادی بخندید و خیره بمان یکی مهر فیروزه رستم برو نوشته به آهن به کردار موی. میگه خیلی ریز نوشته بود رستم رو نگینه انگشترش چو حالا اینجا رو نگاه کنید چو بار درخت وفا را بدید بدانست کامد غمش را کلید. بعد به چیز میگه به منیژه میگه که منیژه برو ازش بپرسش که به نزدیک او رو بگویش نهان که ای پهلوان کیان جهان به دل مهربان و به تن چاره جوی. با صفات رو نگاه کنید دارا. شما نگاه من این صفات رو میخونم خدا شاید اگه شب باشه خودم تنها باشم مشغول اینا باشم همیشه با گریه همراهه. یعنی یه گریه ناشی از یه نوع هیجان یه نوع حسرت یه نوع غم یه چیزایی یه مخلوطی از اینا با هم دیگه. به نزدیک اون رو بگویش نام که ای پهلوان کیان جهان.
به دل مهربان و به تن چاره جوی، اگر تو خداوند رخشی بگو. میگه برو بهش بگو تو خداوند رخش تویی، نمیگه برو بهش بگو رستمی سرسه به اونجا را ننداز. بگویش یاری خداوند رخش، تو را داد یزدان فریاد بخش. ز زابل به ایران، ز ایران به تو، برای تو پیمودم راه. کنون ای خردمند آزاد خو، مرا مانده از تو یکی آرزو. من بخش گرگین میلاد، ز دل دور کن کین و بیداد را. بدو گفت بیژن که ای یار من، ندانی که چون بود پیکار من. ندانی تو ای مهتر شیرمرد، که گرگین میلاد با من چه کرد. بدو گفت رستم که گر بدخویی بیاری و گفتار من نشنوی، بمانم تو را بسته در چای پای. به رخش اندر آرم شوم باز جای. میذارم از اینجا تو گفتار رستم رسیدش به گوش، از آن 5 زندان برآمد خروش. شنید داد پاسخ که بدبخت من ز گردان و از موده ارجمند، ز گرگین چنین بد که بر من رسید. بدین روز نیزم بباید کشید. بعد میگه که گذشتیم و گشتیم و خشنود، از روز کینه دل من بیاد. میگه بخشیدم. رستم میکشیش بالا و بعد میره و البته یه مشتمالی گرگین رو میدن و بعد هم با اون داستانهای هیجانی بعدیش میرن ایران. یه دفعه ما یه اتوبوس از اینجا دانشجو برداشتیم رفتیم سر قبر فردوسی، سر همون سنگ که اون پایین دیدین رو قبرشه. رفتیم سخنرانی کنیم، نشد. هر کاری کردیم نشد. گفتیم این مرد که اینجا خفته است، ما گریه کردیم، هر کاری کردیم نشد. آخری همونجا اومدیم بیرون. اومدیم بیرون رفتیم یه جای دیگه نشستیم، یه نیم ساعت 3 رو هم گذشت تا ما یه خورده حالمون از اون انقلابش اومد بیرون. البته یه دفعه دیگه هم تو همینجا دوستانه داشتیم صحبت میکردیم، همین اتفاق الان داشت میافتاد. اگه میافتاد دیگه من نمیتونستم ادامهش بدم. به خاطر اینه که من حس میگیرم، میرم توس، میرم اونجا پیش فردوسی، اون باغ قدیمیش، تو اون حال و هوایی که فردوسی بوده داشته اینا رو میگفت، تو اون حال و هوای سیاسی که من الان اینجا باز شما نگفتم، اصلا بهش اشاره نکردم، تو تمام اون حال و هوا میشینم میگم این الان داره اینا رو میگه، بعد چی تو ذهنش داره میگذره، این ذهنش رو چجوری داره وصل میکنه به تاریخ، با اینا همه آغشته میشم، بعد اینا رو میخونم. با خدا سپردم.